کارمندان باجخانه و گمرک فرودگاه شهر ایرکوتسک روسیه از باگاژ مسافری که از شهر خوجند تاجیکستان می آمد 6 کرد دستساخت غلافدار پیدا کردند. تشخیص 4 کرد را سلاح سر دانسته است. صاحب کارت‌ها شهروند ازبکستان برای آنها یگان سند نداشت و به بالای این در باجخانه برای کارت‌هایش اعلامیه هم پر نکرده است. خدمات مطبوعات باجخانه ایرکوتسک خبر داد که شهروند ازبکستان که از شهر خوجند تاجیکستان وارد شهر ایرکوتسک روسیه شد اعلامیه پر نکرده میخواست با روی سبز گذرد، ولی کارمندان باجخانه او را منع و باگاژش را تفتیش کردند. بعد یافت شدن 6 کرد از جامدانش این شهروند ازبکستان بیان داده است که این کردها را در ازبکستان استوهای مویر دستی ساختند و او این کردها را برای توفه کردن با خود به روسیه آورده است. سردار شعبه تفتیشات ماموری باجخانه ایرکوتسک تاتیانا واسیوتینا در شرح این قضیه گفت تشخیص باجخانه نشان داد که همه کارت‌های گرفته شده دستاخت بوده. 4 کردش به گروه کارت‌های شکاری، خنجر یا کنجل شامل میشوند و سلاح سرد محسوب میشوند. وارد کردن چنین محصولات توسط مرز روسیه و اتحاد اقتصادی اوراسیا اجازتنامه و اعلامیه حتمی گمرکی را طلب میکند. نسبت به شهروند ازبکستان با اتهام در باجخانه اعلام نکردن سلاح سرد و رعایت نکردن محدودیت‌ها 2 پرونده مأموری گشودند. صاحب کارت‌ها را برای قانون شکنی جریمه بسته کارت‌هایش را مصادره کردند.